بیا اسلحه دارم. اسلحه؟ آره نشون بدم. بسان جا خوری خدا وکیلی. همه جبرا بزن. نمیزنم ماشینه بکن. دیدی گفتم آقا سلام. خسته نباشید. یه لحظه داداش من اینجا پیشت باشه. من برم کلید در خونه بیارم. جا گذاشتم. دمت گرم. الان یه دقیقه داداش من پیشت باشه. من برم خونه کلیدو بیارم. چشما در خدمت. دمت گرم. بنده باش. یه لحظه. ما مخلصیم چشم دمشون. ترمز شوی کش نری آقا. برو آقا من حواسم. الان میام. یه دقیقه برم خونه کلیدو بیارم. من جای ندارم. الان مخلصیم. چه مشکلی نداره اینجا. دمت گرم. ببخشید. نه راحت باش. والله دوست بیاد. ببخشید. نه بابا این کسی. دورت بگردم. خدا بلا سرت نیاره داداش. ما این تصادف کردیم و بیزون خانواده شدیم. ان شاء الله سلامت باشی. داداش من اسلحه دارم. بیا اسلحه دارم. اسلحه؟ آره نشون بدم. بیا نشونت بدم اسلحه‌مو. یه 7 تیر دارم. اشکال نداره اسلحه دارم. اسلحه هم با بلا اینا نمیزنم میکشم با تمام روش. بسان جا خوری خدا وکیلی. اصلا ما هیچ که جدی نمیگیره به خدا. همه جبرا به دست سوخته همه میترسن. نه جوری شده به خاطر نه اینو باید بذارم من نمیدونم چرا از این میترسن. وایدان درد میکنم. من فلجم. تصادف کردم ضربه خورد به مغزم و اینا. با ماشین باش یه تیر بزنم به یه نفر. یکی رو باش بزنم یکی شلیک کنم یکی رو بزنم اینو بزنم آجی. این میبینه بزنم. آقا رو بزنم. نه بابا وقت زد نه آقا. کیسته اینو بزنم آجی نگاه کن. کیسته شو نگاه کن. آجی دیدید عمل کرد. چی شد آقا؟ فکر کنم تیر زدم بهتون. هلیکوپتر کار میکنه. یه دونه به شما بزنم. نه تو رو قرآن ببینم خواهشه. چی شد آقا؟ اقلسم آجی با اصله هم زدمش. یه دونه میخنده به خدا خیلی ماله. یه دونه تو سرتون یه دونه بزنم. تو رو خدا بزنم تو رو خدا بزنم. یه دونه بزنم. تو رو خدا چی دونه یه دونه بزنم. یه دونه تو کلت خیلی خوبه آجی. یه دونه تو پات بزنم. به خدا درد نداره. به خدا درد نداره. یه دونه نزنمت. داداشم کو. دارم میاد. شما هست. مراقب. آخه من دوست دارم یه تیر بزنم. تو خدا یه دونه بزنم. یه دونه تو پات بزنم. ما بندر تورزی همه رو یه تیر خالی کردم تو پاشون. چرا آخه؟ چشت نزنم. بعد خودم چشمو بهت هدیه میدم. یه دونه. تو پات بزنم یه پات بپره. نه شوخی دارم بود داداشم. شوخی یه پاتو بزنم بپره. میای پس بغلم یه لحظه میای نزدیکم. بیا میزنم ما. یه دونه بیا نزدیک کن کارت دارم. بذار ما بیام سمتت. بیا ما اومدم سمت.
اومدم سمتت خوبی؟ دستم خدا چرا؟ شاید چرا آخه؟ این زهره خیلی ترسیدم بیا اینجا یه چی بهت بگم داداش دوربین مخفی بود داشتیم باهات شوخی میکرد نه دیگه دا؟ چی؟ نه حاجی میخوام یه تیر به این بچه ها بزنم بیا دوربین مخفیه حاجی اصلا رو گرفتم من به قرآن یک خدا من گفتم داره کسخل کردم گفتم داشت گرفتم سمتش دوسوت کرد دیگه من آدم سابق نمیشم من اینجا بودم ترسیدم خدا وکی دمت هم خیلی حلاله حلاله باشه پشم همین من به قرآن جا خودم از تفاصیل الان دیوونه ها رو داشتم در میمونم گفتم تفنگمو در بیارم اولش جا شما خوشگه شکر راضی باش خدا وکیلی میتونم پرسش کنم؟ آره داداشا یا علی نوکرم رفیقم توی سینه‌ش یا علی نوکرم خیلی کارتون دمتون گرم یعنی خیلی کارتون وای وای اشتباهی چیر هوایی نه دمتون گرم این رفیقه هم داشت خیلی عالی جدی حال داداش دمتون گرم میتونم بخشش کنم؟ آره بابا دورت بگردم یه دست در این دوربین نمود خیلی حال کرد دمتون گرم یه اینجا داشتیم باید شوخی میکردیم بابا همش علکی بود اونم چاشنی توش بود داشتیم باید شوخی میکردیم بالا که هنوز میترسه ببخشید باید شوخی کردیم دیدی رفیقم داشت ازت فیلم میگره به نیدی اینجا سینه‌شو نگاه کن یکی از دوستان اینجا داره ازت میگیره این مرحله اول چاشنی آجی ریموت خراب شده